بگم مردم ما در تاریخ از رضاخان تا امروز ثابت کردن دو چیز رو. یک، از مردم ایران شما نه ملیتش رو میتونید تاریخش رو بگیرید، پر افتخارش رو، نه به اصطلاح مذهبش رو، شیعهش رو میتونید ازشون بگیرید. و یه چیز دیگه هم ثابت کردند که به هیچ وجه زیر بار زور نمیرن. به ما دارید بله. آقای دکتر محمد رضا پهلوی خواست دین رو بگیره. شما تفکر شما میخواید از مردم ملیت بگیرن. شما دوت فاسد رو میگید فلان. شما تو تلویزیون کارگری اوشین و جمونگ شناخته شده تر از نمیدونن آریو برزنگ و نمیدونن سورانا و از اولین زن دریادار دنیا که زن ایرانی بود که اسمش فراموش کردم، همین کوروش کبیر رو همه چی رو گرفتید که حتی علامه طباطبایی کوروش کبیر رو پیامبر میدونه. یک سریال برای تاریخ ایران درست نشد. اعراب ما رو کجا یا ما رو دیندار کرد؟ ما موحد بودیم. ما این مسجد جمعه اسلامی موحد بودن مردم. ما زرتشت بودیم، ما کتاب داشتیم، ما موحد بودیم، کافر نبودیم. اعراب کافر بود، پیامبر بزرگ، پیامبر رحمت اومد اینا رو از تباهش در آورد، از دخترکشی در آورد و همون اونا آمدن به ایران حمله کردن. اون همه جنایت هم خودتون میدونید که اومد چه اتفاقی افتاد. دومی شما تو صحبت من نیاین دیگه، تذکر خودتون بود. آخری مردم میخوان دزد نرن. مردم ثابت کردن زمان رضاخان و الان اگر چه نیت ناپاک رضاخان باشه در تو به برداشتن حجاب، چه نیت پاکی باشه که شما میخواهید اعمال بکنید، بحث چادر سر مردم بکنید، چون وسیلش هر دو تا زوره، مردم زیر بار زور نخواهند. کی ما گفتیم چادر بزنید؟ آی دکتر، بحث چادر نه. آی دکتر، الان تو دادگستری کسی میخواد چرا جواب من نمیدید؟ کسی بدون چادر آی دکتر، چرا جواب من نمیدید؟ دادگستری کسی بدون آقا چادر مجلس باید دزد بره یا نره؟ جواب شما رفقای خودتون بگید. این ظرف جمهوری اسلامی ظرف پاکی است، همونطور که عرض کردم مثابه دریاست، نجاست رو نمیپذیرد. چه زبیر امیر باشد و رسول خدا، چه زبیر خامنه‌ای و خمینی باشد، هر کی باشد در زمان در مقابل ولی و منویات و خطوط قرمز امامت و ولایت و اون قوانین اسلامی، قانون مدنی و قانون اسلامی و قانون اساسی که اونم امام امضا کرد، ایستاد، خط قرمز عبور کرد، میخواد هاشمی باشد، میخواد مصلحی باشد، میخواد احمدی نژاد باشد، میخواد روحانی باشد، میخواد دیگری باشد، آقای رئیسی باشد، هر کی عبور کرد زدیم. این حق کی به شما داد که بزنید؟ این حق ممیزی کی به شما داد؟ پیامبر داد. من خوندم برات. پیامبر داد. شما سند چی مأموریتی دارید؟ این حق سندی که خدا به شما این حق داد کجاست؟ تو همین جلسه قبلم فرموده بودید کی مونده؟ اون آقا رد شد، اون آقا رد شد، اون رئیس جمهور بود رد شد، اون نخست وزیر رد شد، اون رد شد، کی میمونه تاییدیک؟ به شما عرض کنم، به شما نوید بدم، دوره ظهور و آخر الزمان اتفاقا این خواهد شد. لتغربلن غربله و لتبلبلن بلبله. آی دکتر، آخر الزمان آنقدر بلبله میشه، بلا و ابتلا و فتنه ها میاد، غروال میشن. نخست وزیر امام غروال میشه، نماینده امام غروال میشه، ما زمان روی خود رعایت نماینده مجلس غروال میشه، رئیس مجلس غروال میشه. ما باید بگیم انقلاب همون به مثابه دریاست که نجاست را نمیپذیرد. آقای دکتر، من معتقدم آقای حیدری حجتیه که ضد انقلاب بود، ضد امام بود و دست پرورده انگلیسن اینا و بنیانگذارش هم که خودتون میدونید کی بود، آقای مشهدی که نمیخوام واسه اسمشو ببرم. اونا دارن از امام و یاران امام، حواریون امام و انقلاب امام دارن انتقام میگیرن. همون انگلیسی که بهایت رو در شیعه آورد، حجتی رو آورد به بهانه مبارزه با بهایت که در از هر دو انگلیسی هم در همین انگلستان کثیف در اهل تسنن وهابیت رو آورد و اخوان مسلمین رو گرفت. بسیار به صدا آوردش. زمان رو امروز در همه ارکان حجتی نفوذ پیدا کرده و با همین دیدگاه تکفیری در تو این تله گذاشتن، دارن تک تک یاران صدیق امام رو میزنن. کجای مجلس خبرگان نوشته که باید حتما عضو میخوام در قانون اساسی حتما باید روحانی باشن؟ چرا بانوان که 50% جمعیت یک کشوری رو تشکیل میدن، چرا تو خبرگان یه بانو نداریم؟ شهید مطهری فرمایش کرد که در جمهوری اسلامی اسلام حاکم است، نه طبقه روحانیت. امروز ببینید که چند درصد اسلام حاکمه، چند درصد روحانیت، طبقه روحانیت حاکمه، که این به ضرر خود روحانیت شد، به ضرر همین لباسی که حضرت علی تنتونه به ضرر شما شد.
چرا؟ چون وقتی شما در همه جا حضور دارید باید بپذیرید که همه مسئولیت‌ها پای شماست و باید پاسخگو باشید در همه امور که این اشتباه بود. همین بود که حضرت امام تا زمان شهادت شهید رجایی نمیذاشت رئیس جمهور روحانی باشه. دیگه دست امام خالی شده بود، اجازه داد که به اصطلاح مقام رهبری اون موقع کاندیدا ریاست جمهوری بشن. تا اون موقع اجازه نمیداد. شهید مطهری تو مانیفستش تو خبرگان شهید بهشتی میاد چند دقیقه صحبت میکنه، میگه آقایون قرار اسلام حاکم بشه نه طبقه روحانیت. ولی امروز شما نگاه کنید وقتی مقام معظم رهبری سخنرانی داده، تمام سران کشور شما نشسته هستن اینا همه روحانیان به غیر از رؤسای رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و چند تا دیگه هم فرض استثنا داشتیم. یا در رئیس جمهوری به غیر از بنی صدر و شهید رجایی ما بقیه به اصطلاح همه روحانی بودن دیگه. بعد فرمودید که همه دارن غروال میشن و آخر زمانه. آخه این ظرفی که به نام حاکمیت جمهوری اسلامیه، این ظرف چه اشکالی داره که هر شیر پاکی توش میرزن به اصطلاح به قول شما فتنه‌گر میشن، انحرافی میشن، بی بصیرت میشن، ممنوع تصویر، ممنوع خروج. به غیر از شهید رجایی که شهید شد عاقبت به خیر شد و مقام رهبری که شانس آوردن شدن رهبر عاقبت به خیر شدن که امروز باشون کار ندارن، بقیه رئیس جمهور چی شدن؟ حاج آقای حیدری چی شدن اینا؟ از همه نیلای فکری بودن. از لیبرالش آقای بنی صدر بود که همیشه جز حواریون نزدیک امام بود، تا به اصطلاح اصلاح طلب و اصولگرا و پایداریچی و همه اینا توش بودن. شما میخوام بگین احمدی نژاد مال شما نبود؟ آقای روحانی عضو جامعه روحانیت شماست، اصولگرا بودن. ما آقای رفسنجانی رو زدن به خاطر به اصطلاح نفعی، اومدیم پشت سر آقای روحانی وایسادیم. دور دومم 24 میلیون رای آوردن، بعد اومدن به اصطلاح مهارم پس زدن، به اصطلاح گوشن کنار. ببینید برادر من، شما نه این افتخار نیست که بفرمایید که انقدر این نظام به اصطلاح مقتدر یا پاکه رحم به کسی نخست وزیر امام. برادر من رئیس مجلس خبرگان این کشور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت این کشور، شناسنامه انقلاب این کشور، رئیس جمهور 2 دوره این کشور، 3 دوره رئیس مجلس بود. آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، آقای روحانی رد صلاحیت شد. من بقیه اسم نمیارم. یعنی علی لاریجانی شما رد صلاحیت شد. تو این حلقه شما نمی گنجه. این تا کی این حلقه میخواد همینجور تنگ بشه؟ خفه میکنه شما رو. یک دقیقه زمان داریم. یعنی دیگه کسی نمی، شما فرمایش کردید که آقای به من شما گفتید کسی دیگه نمیماند. واقعا نمیماند. کی موند؟ کدوم شخصیت ها موند؟ شما مگه این دروغی که از وزیر اطلاعات تا نیروهای امنیتی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای سابق، رئیس مجلس‌های سابق، رئیس مجلس خبرگان سابق، رئیس مجمع تشخیص مصلحت سابق، نخست وزیر این مملکت، وزرای این مملکت، همه رد شدن. همه اینا که هوارویون حضرت امام بودن، کنار امام بودن، به هر بهانه‌ای رد شدن. انیلای فکری خودتون رد شدن. اون چیزی که خط قرمز است و معیار بچه مسلمان شیعی است عام، چونی که همونی که حاج قاسم فرمود، ولو اون بچه هایی که موهاشون بیرونه، ولو اینکه یک گوشه پاره باشه. یک دقیقه زمان داد آقا. اونا بچه های من، اونا همونطور که حضرت آقا فرمود نگاه کنید، اونا وقتی میرسن به مواقع خاصشون اشکاشون در میاد. شما این همین قضایای فتنه‌های سال 88 پیش آمد، بعد از اون پیش آمد، مردم که اومدن حماسه 9 دی را که اشاره فرمودید ایجاد کردن، رفتن سراغ همون کسانی که موی کناری پریشان بود. حرفشون چی بود؟ گفت برای چی اومدید؟ گفتن ما فقط به عشق سید علی اومدیم، ما فقط به عشق آقا ولیمون اومدیم، اماممون اومدیم. یک جریان راست کنم، نام نمیبرم این ره. حلقه بعد از فتنه سال 88 عده‌ای از آقایون رفتن محضر حضرت آقا، بیرون اومدن. الان بعضی اونها تو مجمع تشخیص هستن، همونا را حضرت آقا بود تو مجمع تشخیص هستن. به خاطر خود میدونه که همه افکار اونجاست، حتی با قول شما احمدی نژاد. حالا نگاه کن، اونجا وقتی بیرون اومدن داشتن می اومدن، از آقا درخواست کردن که اینایی که الان تو حصر و فلانن. خب آقا جواب داد که حالا اونجا که هرچی بود باشه، من اینجا عنوان نمی کنم. بیرون اومدن، یکی از اونا که همینجوری شما هی لباس هم لباس ما رو چیز میکنی، از هم لباس ما منتها تو جبهه شما، جبهه اصلاح طلبان، نگاه کرد به یکی از اونها که فرزند شهید، امشب اسم اون را هم پدرش آوردی، من نمیگم، گفت بیا بریم. آقا در حق ما رأفت اجرا می کند. اگر این فتنه‌ای که اتفاق افتاد
اگر زمان امام بود امام همه ما را بر اعدام می‌برد و بالای دار می‌برد. رأفت آقا هست که ما را هنوز نگه داشت، هم میپذیرد هم نگهمون می‌دارد. شما آقا شما مثل کشورهای حوزه خلیج فارس که قبل از انقلاب آرزو داشتن که ژیان تولید ایران رو سوار بشن، امروز باید بریم خودروی کارکرده 5 سالشون رو متأسفانه وارد کنیم و در مازندران سن شما میخوره که تاکسی داخل شهر ما و ماشینی که از جاده فیروزکوه هراز مسافر می‌بردن تهران بنز بود آقای آقا. امروز پراید که عربه مرگه رو باید سوارشن. شما آقا مثل همون کشورهایی که قبل از انقلاب فقیر بودن دنیای این مردم رو آباد کنید. این مردم خودشون میفهمن آخرتشون آقا آباد. بسیار متشکرم. شما کاری با آخرت مردم نشته باشید. الان تو این چای دف چی شد؟ چه اگه در هر کشوری بود برادر من در کره جنوبی برای چند هزار دلار رئیس جمهورشو به اصطلاح دستگیر کردن، محاکمه کردن، زنده کردن برای چند هزار. اونم رفیقش از سوء استفاده کرد، خودش مستقیم نگرفت. تو هر کشوری بود زلزله به پا میشد. شما روحانیت بود کفن میپوشیدید، نپوشیدید، نکردید این کارو. چرا انصاف ندارید؟ چرا در زمان آقای روحانی که از جناح خودتون هم آقای روحانی بود شما کفن میپوشیدید، از قم به خاطر مرغ گرام میشد، نمیدونم یه مذاکره میشد، برجام میشد. شما تو برجام با جبهه ابری عربی غربی هم صدا بودید. شما با نتانیاهو و محمد بن سلمان و آقای ترامپ هم صدا بودید که ما آتش میزنیم. ترامپ هم گفت تو انتخابات آتش میزنیم. جبهه پایداریتون شما میگفتین آتش میزنیم. چی شد الان که دیگه نمیتونین کنترل کنین؟ مرغ 23000 تومانی تحویل گرفتین، الان شده 110000 تومان. برنج تحویل گرفتین، کیلو چقدر الان به اصطلاح با خاک یکسان کردید کشاورزا رو نسبت به سال تامسونشون شده کیلو 6000 تومان. بعد دولت منت میذاره میگه من میام ان شاءالله 4000 میلیارد تومان میام برنجتون رو میخرم. برنجی که چقدر میخری؟ به قیمت تورم، به قیمتی که کود و سم با پول کارگر نهادینه نهاد رو به اصطلاح به قول معروف بذر رو به کشاورز فروختی آقای رئیس جمهور، به اون قیمت میخری یا نه 3 میلیون تن مافیایی که شما بهش ارز دادی فقط به یه شرکت 700 میلیون دلار دادی برنج وارد کردن، اینا رو نابود کردن، میخوای 50000 تومان بخری؟ گندم امروز به قیمت جهانی چرا نباید از کشاورز برای قیمت سال آینده 40000 تومان باشه؟ چرا قیمت گوشت 10500 تومان؟ چرا تامسونی که تو عراق 3 دلاره آقای حیدری، 3 دلاره، در اروپا 5 دلاره، یعنی کیلوی حدود 300000 تومان سر باغ دارن میخرن 10 سنت، یعنی کیلو 6000 تومان. شما چه بهانه‌ای دارید؟ گردن امریکا میخوام بندازید؟ بگین دولت آقای روحانیه، بگین اصلاح طلبا مقصرن، راندخواری، مافیا. ما در کجا مافیا نداریم؟ مگه رهبری فرمایش کردن در تو بانک که بانک غلط میکنه، بنگاهداری میکنه؟ این کلمه غلط هم نذاشتن. در میدان ولیعصر 20 روز پیش صحبت رهبری رو 1000 متری بیت شما نوشتن که بانک نباید بنگاهداری بکنه. صحبت رهبری رو پاک کردن. اینا کیان که اراده شد از آیت الله جوادی و آملی مکارم شیرازی که 170 تا فتوا دادن بر علیه ربای بانکی. رهبری گفتش با نظام بانکی باید اصلاح بشه، بانک غلط میکنه، بنگاهداری میکنه که هنوز هم داره میکنه. شما چرا کفن نمیپوشید؟ اینا کیان که ارادهشون از رهبری و مراجع بالاتره؟